درود به عاشقان اکسید، حالتون چطوره؟ MKYT اینجاست و داخل این ویدیو قراره بهتون یاد بدم که چطوری سکه رایگان بگیرین، چطوری پریمیوم رایگان بگیرین و یه سوال رایجی هم که خیلی دارین که چه VPN استفاده کنیم که بتونیم باهاش سکه رایگان و پریمیوم رایگان بگیریم. خب اولین قدم میریم سراغ سکه رایگان. ببینید دوستان، وقتی وارد منوی بازی بشید این قسمت بالا زده سکه رایگان، ما میزنیم روش. خب ببینید این قسمت براتون باز شد، اینجا روی باز میزنید. بعد از اینکه زدید ببینید برای شما اگر این مشکل ایجاد میشه، احساس میکنم روی اونایی که براشون اکانت روی حالت مهمان یا هر چیزی که هست اینطوری میشه. ببینید اگر این مشکل براتون ایجاد شد، روی قسمت بستن بزنید. بعد از اینکه حتما روی این چیز بزنید که براتون این مشکل ایجاد بشه. بعد از اینکه این کارو کردین، اینجا بغلش یه دونه چیز داره که یه همچین چیزایی داخلش هست. بعد از اینکه زدین اینجا روی دریافت یا همین ویدیوه میزنین. بعد از اینکه بزنید روی ویدیو و ویدیوتون تموم بشه دیدنش، اینجا خودش خودکار میاد میره توی قسمت بازی‌های سکه رایگان و هر دفعه هم شما خواستین دوباره برین داخل قسمت سکه رایگان میتونید از این قسمت و دیگه فکر کنم شما خودتون بدونین که سکه رایگان رو چطوری میتونین بگیرین، چون خیلی آسونه و فکر کنم حدوداً 1 سال 2 سالی میشه که اصلا سکه رایگان هستش و دیگه همه یاد گرفتن. حالا پریمیوم رایگان رو چطوری بگیریم؟ حالا این قسمت سمت چپ صفحه کنار اسم یه دونه عکس پریمیوم هست که الان برای من 1 روز و 18 ساعت پریمیوم دارم. خودم هم از این روش پریمیوم رو گرفتم. ببینید برای اینکه حالا بیاین پریمیوم بگیرین، اینجا میایین توی قسمت فروشگاه و اینا هیچ کدوم نه و روی فروشگاه نقره میزنید. بعد از اینکه زدید ببینید اینجا 3 تا قسمت داره. برای مثال توی قسمت اول اینجا رو که الان میزنم یه همچین چیزایی داره که میتونین از توی حالا این باکس یه دونه 1 روزه، 3 روزه، 5 روزه یا 7 روزه پریمیوم به شانستون حالا بستگی داره بگیرین. چطوری میتونین بگیرین؟ اگر شما سکه نقره‌ای زیاد دارین میتونید از این قسمت با سکه نقره‌ای بگیرین که معلوم موجودی نداره سکه نقره‌ای. ما اگر سکه نقره‌ای هم ندارین اصلا نگران نباشین. اینجا قسمت دریافت رو اگر بزنید براتون میتونید توی هر کدوم از این باکس‌ها 3 تا تبلیغ ببینید. توی این 3 تا تبلیغ که میشه سر هم 9 تا، احتمالاً شاید یه دونه 1 روزه هم حالا پریمیوم بهتون بده، بازم خیلی خوبه و میتونید شما ازش استفاده کنید. خب میرسیم به قسمت جذاب داستان، یعنی اینکه ما چطوری با کدوم VPN استفاده کنیم که این دوتا برای ما بالا بیاد و بتونیم ازش استفاده کنیم. الان من خودم از اگزاپینگ استفاده میکنم و روی سرور آلمان میذارم، اما اینم بهتون بگم که هیچ تضمینی پای این که این VPN برای خودتون کار کنه یا نکنه نیستش و داخل سایت خودش هم اگر برین اگزاپینگ بهتون میگه که هیچ تضمینی امکان این که حتی قطع هم بشه وسطای کارم هست. اما در کل من تا الان ازش راضی بودم و خیلی خوبه و میتونید ازش استفاده کنید و کلی سکه رایگان یا پریمیوم رایگان بگیرید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله بغلش رو بزنید تا هر ویدیو گذاشتم برای شما ساجست بشه. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.